میدونی وقتی کسی که به تو آسیب میزنه تو چرا خودتو سرزنش میکنی؟ از نگاه روانشناسی وقتی کسی بهت عمیقاً آسیب میزنه بعدش یه پیام قشنگ بهت میده یا با لحن آروم باهات صحبت میکنه یا باهات مهربون میشه، تو تمام دردها رو فراموش میکنی، انگار که تمام اون دردها محو میشن. این کار مغزه. مغز برای حفاظت از تو و حفاظت از رابطه درد رو پنهان میکنه و طوری تفسیر میکنه که اوضاع دوباره خوب شده و تو پیش خودت فکر میکنی شاید اشتباه از تو بوده، شاید تو زیادی حساس هستی. این مشکل تو نیست و این نشانه ضعف تو نیست، پس خودت رو سرزنش نکن.